سلام، من نوید قهرمانی ام. سلام، منم مجید مصطفوی ام. یه قسمت دیگه با آنکات هستیم و با نوید در مورد دوکس و اتفاقاتی که اونجا افتاد. نوید به همون بگو که تو روز دومی که رفتی دوکس چه اتفاقایی افتاد. یادمه که قسمت قبل میگفتی روز دوم از اون قسمتای اون روزهای جذاب برات نبود. حالا آره. برامون تعریف کن چرا. حالا یه چیز جالب بهت بگم، من امروز بالاخره آماده اومدم، چون اون روز تازه فرش بودم و اینا داشتم چیزی کردم، ولی امروز آماده اومدم، نوشتم کدوما رو رفتم که دیگه از گوشی نبینم. اینم برای اینکه ببینید اینا نوشتم همه رو. آره. و یه چیزی در مورد دلیلش هم فهمیدم که چرا برام جذاب نبوده. یک این که من اصلا اون روز مشکل پارکینگ خوردم، دیر رسیدم. خب جلسه اول رو اصلا اوپنینگ رو نیومدم و جلسه اولش هم که از ساعت 9 شروع میشد من 9 و نیم رسیدم بهش. خب و به خاطر پارکینگ چون اشتباه کردم با ماشین خودم رفتم. بعد دومین چیز این که فهمیدم که چرا جذاب نبوده برام، به خاطر به خیلی چیزای خوبی رفتم ولی اون موقع انقدر تو بحبوح خسته بودم، هم از پارکینگ و 1 ساعت و نیم داشتم میگشتم، هم از پارکینگ مشکل داشتم، همین که رفتم تمام سشن های بلندش، یعنی تمام چیزهایی که مثلا 1 ساعت 1 ساعت و نیم 2 ساعته بوده، من یه دفعه 2 تا کتگوری رو کامل از دست دادم. خب و واسه همین طولانی بوده، همش نشستم 1 ساعت و نیم یک جا و یه آدم رو دیدم. میدونی چی میگم؟ ولی آره. آره یه ذره خسته کننده بود، ولی حالا چیزای جالبیه بهتون میگم. سومین چیزی که میخوام مطرح کنم اینه که ما در قسمت قبل یکی از سشن هایی که من در آخر رفته بودم و یادمون رفته بوده، که در واقع اگه بخوام شعرش بکنم به نام How Computers Scribble. آره فکر کنم How Computer Scribble در واقع هست. یعنی اینجا در واقع تو مرحله آخر روز خب ما اومده بودیم سرچش کنم. How Computer اینا How Computer Scribble. خب این در واقع من اینو جا انداخته بودم تو روز اول بگم، خیلی هم جذابه به نظر من. پیشنهاد میکنم هر کسی که حتی علاقه به طراحی و اینا نداره اینو بره گوش کنه، به خاطر اینکه میاد از در واقع 3 تا چیزو میگه که آقا پنسل و فونت یا تکست چطوری نوشته میشن، بعد چطوری اصلا طراحی میشن در صفحه. فرمولای بسیار ساده داره، 100% بچه‌های هندسه میدونن، اونایی که از هندسهشون خوبه، درسای هندسه خوندن و اینا، الگوریتماش. ولی خیلی جالب بود و من نمیدونستم که پنسل از نقطه به نقطه است به طراحی، یا مثلا فیگما چطوری میکشه، فتوشاپ چطوری میکشه و خیلی کسای دیگه، خیلی نرم افزارهای دیگه. و نمیدونستم که پن حتما انکر داره، یعنی باید یه زاویه‌ای مثلا شما این نقطه رو میزنی، بعد یه نقطه دیگه انکر داره که اینطوری یه چیزی کوچولوی جینگلیکی اونجا وایساده. بعد تو وقتی نقطه دوم میزنی نسبت به این انکر کروش میکنه، یعنی منحنیش میکنه. بعد داشت این فرمول رو میگفت چطوری در میاد. خب و تکست هم دقیقاً با همین فرمول داره نوشته میشه. خیلی این برام عجیب بود که تکست دقیقاً داره به روش پن نوشته میشه. پنسل خیلی ساده است، پنسل دو خط، یعنی یه نقطه به یه نقطه دیگر خطش رو مستقیم میکشه. حالا این کجا به کار میره؟ شما دیدید وقتی تو فیگما مثلا مینویسی نوید، با دست مینویسی نوید، بلش که میکنی یه دفعه نرم میشه همه چی، یعنی اون خط تیزه نرم میشه. بعد این داره توضیح میده با چه الگوریتمی ما میفهمیم این نقطه ها رو و اینو نرمش میکنیم که شما یه چیز جذاب میبینی به جای یه چیز خرچنگ قورباغه عجق وجق. این از این. فونتم که بعدش تکسو میگه، من فونتو ازش سوال پرسیدم، اتفاقا سوال من توی ویدیو هستش، برید بپرسید. اینطوریه که مثلا اینکه فونت یک سری انکر پوینت ها رو داره، نسبت به اون انکر پوینت ها تمام خطاشو میکشه. خب یعنی تو مثلا فکر کن آره مثلا 500 تا انکر پوینت داره، بعد نسبت به تمام اینا میگه خب این خط از اون فاصله اینا. حالا من دیگه تو جزئیات کاملش نمیرم، ولی برید ببینید، بسیار جذابه. این از روز اول که تموم شد. برای کامنتاتون هم دمتون گرم. لایک کنید، سابسکرایب کنید، شیر کنید، این خیلی به ما کمک میکنه که دیده بشیم. و چیز هم هستش دیگه، ما داریم تا جایی که میتونیم دانش خودمون رو در واقع به اشتراک میذاریم.
ببین من روز دوم یه ذره دیر رسیدم، ساعت 9 اینا رسیدم، 9:30 اینا رسیدم. بعد واسه همین مثلا نصف اولی رو رفتم، ولی نوشتم اینجا مثلا من اینا رو همه رو ببندم. الان رفتم اون روزه خراب شد همشون، باز شدم. خیلی جالبه، مثلا چیزم نداره، کلپس آل نداره یو آی. آره بعد ببین نکن، من اولی و جاوا میت ای آی رفتم که ساعت 9. من اینجا برای اینکه راحت تر باشیم سرچش میکنم جاوا میت ای آی. خب اینا هاشش میت ای آی. ساعت در واقع 9 بود تا 9:50 که از همون آقا و خانوم بود که روز اولم صحبت کردیم، کوین و هالی، که گفتی کوین هم اومده بوده تو جای. یه چیزی در موردش بود که اینا اومدن در واقع کوارکس رو گذاشتن کنار، اومدن فقط بیشتر توضیح در مورد این دادن که آقا چطوری ما از Lang4j، آره دیگه لنگ چین 4j، آره این چین رو خودش هم فراموش میکرد، یه ذره وای میستاد گوش میکرد، به لنگ چین 4j استفاده کردن و کانکت شدن به LLM ها. چون خب اگر بدونی ما تمام این LLM ها میگم OpenWRT، من رفتم تو روترم، OpenAI، بعد مثلا دیپ سیک، همه اینا از یه فرمت خاص استفاده میکنن، یه اسپسیفیکیشنه که شما اون ایمپلمنت بکنی اون اسپسیفیکیشن رو هر لایبرری میتونه استفاده کنه. و این خیلی برای من جذاب بود که تو دنیای کامپیوتر بعد از ببین ما قبلا اینطور بود هر کی هر چی دلش میخواست میزد، خب و مخصوصا اپل برای خودش اسپسیفیکیشن تعریف کرد، بعد یه دفعه همه میدونن او بازار خیلی داغون شده چون هر کی هر چی یوزر ناراحت و اینا، بعد میبدن یه اسپسیفیکیشن یونیورسال میساختن کلی و اونو پیروی میکردن. ولی توی بحث هوش مصنوعی از همون روز اول با اسپسیفیکیشن رفتن، یعنی همین الان هم MCP هم ببینی در واقع یه اسپسیفیکیشن خاص داره. خب و این خیلی برای من جالب بود که چطوری در واقع تونستن این کارو بکنن که همم راضی باشن انجام بدن. شاید هم به خاطر واقعا اوپن ای آیه، چون اوپن ای آی اولش اومد همه به احتمال دیدن خودشون یه چیزی بسازن، خیلی ضایع است دیگه، رفتن از اوپن ای آی. این از حالا این. ببین میخوام یه سوال دارم، نپرسیدی که وکتور ای پی آی کی میخواد فاینالایز بشه؟ ببین اون در مورد ورژن تم بود، هنوز این فاینال نشده. وکتور اصلا ببین تو تمام وکتور کلن تو تمام صحبت ها همیشه در موردش صحبت شده بود. خب یعنی چیز نیست دیگه، یعنی فاینالایز شدنش به نظرم من نمیدونم پشتش چه اتفاقی داره میفته، ولی خیلی چیز داره دیگه، خیلی مثل اینکه چالش دارن براش. حالا یه چیز جالب بگم در مورد خود وکتور ای پی آی جاوا. خب وکتوره توی هر جلسه جاوا من رفتم اینو در موردش حرف زدم. خب حالا بهت میگم و جالبه هیچ کس هم استفاده نکرد و جالب اونایی که استفاده کردن بعدم میرسیم به خیلی به نفعشون بوده چون ترت سیف میشدن ولی نکردن و آره حالا بعدم میرسیم سرش. آره این جلسه اول بود که من رفتم، به نظرم چیز بدی نبود کلا. اگر یک مفهوم هنوزم کوارکس استفاده کرده ولی بیشتر تمرکزش رو این بود که آقا ببین چقدر لنگ چین 4J و اینا با سیستم دیفالت چه میدونم پرامپت و اینا تو چقدر میتونی یه سریع یه چیزی بسازی، مخصوصا اینکه تو عکس میتونستن بسازن باهاش، چه میدونم هر چی میخواسته جنریت میکرد دیگه. ولی این فکر نمی کنم زیاد برای ایران بیارزه، چون تو باید پول بدی، خیلی هم پول زیادی باید بدی به اوپن ای آی برای هر توکنی که داری میسازی یا دیپ سیک یا چیزای دیگه. امیدوارم ما خودمون حالا یه شرکتی تو ایران بیاد واقعا خودش کلاستر در واقع به کارت گرافیک ببنده و چیز بده API بده به ایرانیا که چون ما انرژی تو ایران ارزون تره دیگه، پس میتونیم با محصول خیلی ارزون تر و لوکالایز به دستش بیاریم. من نمیدونم واقعا ولی مثلا من به نظر تو میارزه، حالا یه ذره دور شیم از این، به نظر میارزه که تو از اوپن ای آی استفاده کنی با دلار و اینا؟ ببین این شکلی نه، ولی شاید ما الان خیلی درگیری اینو داریم که بخوایم ازش استفاده بکنیم به ورژن مختلف. حالا بماند که
خود توکنایز کرد، توکن و میدونم همه این چیزا درد سرای خودشو داره. ولی اگه تا اونجایی که میشه سعی بکنیم از چیز لوکالایز استفاده کنیم خیلی بهتر. من حتی یادم یه دوره دانشگاه شریف اومده بود یه رکی برای این موضوع بس، ولی اونطوری نشدش که بتونه API در اختیار بقیه جاها قرار بده. حتی میگفتن آقا اگه میخوایم بیاین مثلا اجاره بکنیم، ولی اینطوری به این شکل گسترده نشد. آره ببین مثلا اوپن ای خیلی گرونه، یعنی تو برای مدل‌های پیشرفته‌اش بابت هر دونه توکن که داره میگیره، هر حالا نمیدونم 1000 توکن چقدره که خیلی ساده است. یه سوال ساده بپرسی که رئیس جمهور آمریکا چیه، افهم می‌بینی 20 توکنت رفته، 30 توکنت رفته، شاید هم بیشتر. و واقعا داره دلارای زیادی میگیره. خب حتی برای خیلی از شرکت‌ها به صرفه نیست اصلا با اوپن ای برن. الان شرکت ما مثلا داره با جمنای میره، با گوگل چون جی سی پی داره و اینا، با اونا مثلا کار میکنیم. بازم اونم خیلی گرونه. تازه ما خیلی تلاش میکنیم اپتیمایز بکنیم. به نظرم یه راه بیزینس هستش این که اگر تو بیای اینو بدی و بذارن، یعنی با ایرانیا خودمون باید دست به کار بشیم، عقب نیافتیم از سیستم AI. خب نباید عقب بیافتیم. یه مسابقه ایه که هر چقدر ازش دور بمونی تصاعدی دور میشی. آره تصاعدی دور میشی، مثل چیزای دیگه نیست واقعا. یعنی قبلا میگفتیم ما بر میگرده دور اوکی و اینا، ولی الان نه. بریم سر بعدی. learning modern. آره ببین این من واقعا خوشم نیومد از این learning modern. برای کسایی که دارن پادکستی میشنون، learning modern Java the playful way. خب یعنی یاد گرفتن جاوای مدرن یا حالا API های جدید از طریق بازی کردن، حالت بازی، روش بازی. ببین این در مورد 8 به بعد میگه آقا هر کسی که از 8 به بعد، چون خیلی ها رو 8 گیر کردن دیگه، 8 دیگه خیلی تکمیل بود گیر کردن، میگه از 8 به بعد، مخصوصا الان که 24، حالا این نگفت تو 24 شد، فکر کنم 21 رو گفت، ولی تو 24ش مثلا اصلا دیگه شده کاتلین. یعنی 24 رسما شده کاتلین، سینتکس شده کاتلین. خب بعد دو نفر بودن، مریت بود از جت برینز که خیلی برای من عجیب بود. این خانوم از جت برینزه، بعد خیلی شورتکات های جت برینز رو چیزو نمیدونست، آیدی رو. یعنی برای من عجیب بود اصلا. من اونجا بهشون میخواستم بگم بابا اینه شورتکاته. آره. بعد و آقای پایتر، حالا نمیدونم درست اگر تلفظ کنم، از الاستیک، از شرکت الاستیک. خب آره ببین پایتر من میفهمم نمیتونست از اینتلیجی درست استفاده کنه، خب ولی مریت رو نمیدونم واقعا چرا نتونست، چون اون از جت برینز دیگه. بعد داشتن در مورد کلا اینتگریت شدن هم خود اینتلیجی و آیدی کلا با امکانات جاوا، و حالا الاستیک هم این وسط چپوندن توش که چطوری مثلا میتونن وصلشن به API هاشو ازش استفاده کنن و اینا. من لذتی نبردم از این واقعا و بعدا پشیمون شدم رفتم. خب ولی شاید برای بعضیا واقعا جالب باشه که چطوری در واقع اینتلیجی خیلی چیزها رو دیتکت میکنه و تو باید گوش کنی به اینتلیجی وقتی داره بهت میگه، داره از یه جای این موضوع رو میفهمه و خیلی اسمارت شده، خیلی باهوش شده توی این مسائل. حالا فعلا اینو داشته باشیم. در مورد در واقع این بود. من واقعا حال نکردم با تاپیکش و اشتباه کردم رفتم، یعنی از اسمش گول خوردم. حس میکنی که یه سری رو از دست دادی؟ آره قشنگ از دست دادم. آره ولی میرسیم سر بعدی، سر عشق من. ببین یه چیزی میخوام بهت بگم. حالا تجربه من با جاوا، زبونهای مختلفی اومدن رو JVM که خودم خیلیشو میشناسی، از گرووی و اسکالا و نمیدونم اینا. تنها زبونی که میشه گفت هنوز داره فعالیت میکنه کاتلینه. آره. و بقیه زبونها هم هستن، نه اینی که مردن و اصلا کاتلین داره فزاینده میره نمیمیره. ولی داستان اینه که کاتلین جزو زبونهایی بودش که دقیقاً هنوز رو به اوجه. با اینی که جاوا 30 سالش داره میشه، یعنی ما جشن 30 سالگی جاوا رو داریم. ببین آخر یعنی 23 می که قراره که جشن برگزار بشه، ما هم تو ایران این جشن رو میخوایم بگیریم.
و با اولین ورژنی که از جاوا اومده میخوایم این جشن رو داشته باشیم. ولی واقعیتی که وجود داره همیشه در حال حرکته. خیلی سخته که تو یه زبان تو 30 سال در حرکت باشه. حالا زبان‌های مادری مثل سی پلاس پلاس رو واقعا نمیتونی تو با چیزی مقایسه کنی. اونا نه، اونا که اصلا ولشون کن، خب اونا اصلا مادرن، نمیشه کارش کرد. ببین آقا بیا چیزی من در مورد کاتلین بگم. من خودم الان 7 ساله دارم کاتلین کار میکنم. از جاوای 11 به بعد اومدم روی کاتلین. خب دلیلش هم اینه که به من ربطی نداره جاوا خیلی قویه. وقتی سینتکسش منو اذیت میکنه، خب من میرم روی یه زبان دیگه. حالا تو میخوای آروم پیسش رو داشته باشی، باشه. رسیدی به 24 که الان مثلا خیلی شبیه کاتلین کردی، من برمیگردم رو تو. اوکی. وقتی من میتونم کاتلین استفاده کنم، از لایبرری های جاوا هم استفاده کنم، یعنی هیچ چی از دست نمیدم، هیچ چی. تازه 1000 تا چیزم به دست میارم توش. خب چرا نکنم؟ ببین بحث اینه. من بهت قول میدم اگر کاتلین نیومده بود، خب کاتلین نیومده و اینقدر فزاینده جاوا دیولپرها موو نمیکردن رو کاتلین، گوگل نمیومد به خاطر دعوا با اوراکل و اینا کاتلین رو بکنه زبان اول برای اندروید، امکان نداشت جاوا این تغییراتی که الان داده رو بده. امکان نداشت. کلا رقابت باعث پیشرفت میشه دیگه. و همیشه من از این رقابت استقبال میکنم. منم میکنم. آره ببین اصلا نگاه کن، تو به عنوان یه جاوا دیولپر برگرد یه ذره فلش بک بزن. تو تصوراتت میگنجید که اصلا تو مثلا کیورد ور داشته باشی در جاوا؟ میدونی چی میگم؟ دقیقاً میدونم. آره یا مثلا همیشه این به قول معروف هارد تایپ با همون بود، ولی خب خیلی چیزاشو تغییر داده. حالا تو 24 یه دموی هست تو همین نمیدونم امروز یا فردا نگاه میکنی، ببین 24 کامل تغییر داده. اصلا انگار اون سینتکس جاوا دیگه اون نیست. و اتفاقا من رفتم توی یکی از این تاپیک‌ها در واقع در مورد دقیقاً 24 صحبت میکرد که چقدر فرق داره با 21 و اینا. اسپرینگ بوت تستینگ زیرو تو هیرو. آره دیگه. نبید از این چه خبر؟ ببین این که اصلا عشق من بود دیگه، یعنی خودت میدونی من چطوری اسپرینگو دوست دارم دیگه. ببین من این آقا رو دنبال میکنم، بدم دنبالش میکنم، دنیلو. خب و بهتونم پیشنهاد میکنم، دنیل مثل دقیقاً جاش لانگه، ولی دنیل کیه؟ دنیل روی اسپرینگ سکیوریتی کار میکنه. خب در تیم اسپرینگ سکیوریتی. و اومده بود تمام روش هایی که آخرش رسیدیم به بخش این که روش های تستی که برای اسپرینگ سکیوریتیه و بهتون میگفت و شوخی میکرد اونجا، میگفتش که اگر یه بار دیگه ببینم میرید مینویسید CSRF دیسیبل، خب من خیرتون رو میگیرم، دنبالتون میافتم، چیستون میکنم. آره بعد یاد داد چطوری تو میتونی اصلا CSRF رو هم تست بکنی توی اسپرینگ سکیوریتی، در صورتی که ما 99% پروژه هایی فکر کنم اسپرینگ بود CSRF رو چیز میکنه، دیسیبل میکنه اصلا. و نکنید آقا، چه کاریه، نکنید، این به درد میخوره. بعد گفت اینطوری میتونید تست کنید و اینا. به نظرم برید در موردش ببینید. میاد اصلا کلا آدم خیلی باحاله دیگه، مثل داره خیلی روش جاش لانگو میره، آروم آروم بیلداپ میکنه نقطه آخر رو بهت میزنه. خب تمام تستا رو نشون داد دیگه، تمام حالت هایی که میشد تست کنی از تست کانتینر، یا اگه بچه‌ها بدونن تست کانتینر چیه، در واقع شما میتونی داکر رو توی تستت بیاری بالا. خب همون لحظه میتونی تست رو بیاری بالا و مثلا فکر کن تو مای سیکوئل میخوای یا چه من پستگرس میخوای بیاری، تو تستت لازمش داره. یه پستگرس کاملا جدید میاری، اینیشیالایزش میکنی، تستت ران میشه. وقت تست تموم شد، یعنی واقعا داره کال میکنه، داره واقعا دیتابیس واقعی رو کال میکنه. تست که تموم شد دان میشه. اگر دوست داشتید ما در موردش چیزی بگیم بهمون بگید، من یه چیز میرم، یه قسمت میرم کامل براتون توضیح میدیم. حالا با هم میریم، شاید مثلا برای جاگ رفتیم نمیدونم. بعد این در واقع از اون بود. در مورد اسرت چیز میگفت، اسرت جی میگفت آقا از اسرت جی استفاده کنید، چه کاریه میرید از چیزهای دیگه استفاده میکنید. اسرت جی خیلی مهمه به خاطر اینکه شما قشنگ میتونی بگی اولا چه مشکلی خورده، چه نوشته‌ای داره و خودش دیتکت میکنه. APIش خیلی جذابه. بعد اویلیبیلیتی رو گفت که من قبلا میدونستم اویلیبیلیتی واسه اینه که مثلا شما
یه کاریو داری میکنی باید تستت وایسته واقعا براش، مثلا یه چیز میفرستی، یه دونه ایونت میفرستی تو کیو، خب بعد کیو خب باید یه پروسسی بشه بعداً برسه دیگه به اویلیبیلیتی. میگی که آقا مثلا تو وایسا برای 10 ثانیه صبر کن تا این رکورد در دیتابیس اینسرت بشه، اگر نشد بعداً تستو فیل کن. خب میتونید این کار کنید که من برای چیز استفاده میکردم، برای کیو خیلی ازش استفاده میکردم قبلا. یه چیزی در مورد کانتکست کشینگ گفت که مثلا برای من خیلی جالب بود خود اسپرینگ، با اینکه من سال دارم چیز کنم. مجید میدونستی اگه اسپرینگ بود تو تمام تستات عین هم باشه، خب کانتکست رو کش میکنه و سرعت رو چند برابر میکنه، 90% تستت سریعتر میشه. خب یعنی تو مثلا متوجه میشه که تستات دقیقاً داره از یه شبیه به هم سرور دیگه استفاده میکنه، کل کانتکست رو آره. پاک میکنه. بعد میگفت خیلی با اشتباه میکنن، باید حتما تو ستاپ یا همون بیفور ایچ یا بیفور آل حتما کل دیتابیس رو قطع کنی، پاک کنی و اینا. چون اگر دوتا تستت عین هم باشه این کانتکست رو نگه داشته، یعنی دیتابیس همه چی رو نگه داشته. خب و بعد تو به مشکل میخوری. پس همیشه کلین اپ کن اول، در آخر نکن، در اول بکن. خب این خیلی جالب بود، من نمیدونستم. بعد گفت ولی کیلرش یا کشندهش در واقع اکتیو پروفایل و چه میدونم اینکه هی تو بیای کانتکست رو عوض بکنی یا یکی رندوم پورت بذاری یکی استاتیک پورت بذاری، اینطوری هی طول میکشه. قشنگ هم دمو کرده، یه دموی خیلی جالب کرد که مثلا یک کدو گذاشت، اسلیپ گذاشت، ترد اسلیپ گذاشت، بعد مثلا برای 10 ثانیه 20 ثانیه، بعد یه دفعه‌ای تست میومد بالا 10 ثانیه صبر میکرد، ولی تستای دیگه سری میرفتن چون کش شده بود دیگه. لازم نبود اون 10 ثانیه رو وایسه. ولی تا مثلا اکتیو پروفایل و اینا استفاده میکرد هر تستی 10 ثانیه صبر میکرد. این خیلی من اصلا نمیدونستم همچین چیزی وجود داره توی چیز، با اینکه این هم بعد پشتم انجام میشه ها، پشت انجام. واسه همینم میگه آقا درتی کانتکست نذارید، وقتی درتی کانتکست میذاری انوتیشنشو دیگه از این کشینگ استفاده نمیکنه. خب این از این. حالا دیگه بیشتر تو جزئیاتش نمیرم. صورت مسئله رو پاک میکنیم دیگه، خیلی موقع هم میریم صورت مسئله رو صورت مسئله پاک کنیم. الان 1 ساعت و 50 دقیقه بوده دیگه این، خب تقریبا 2 ساعت بوده دیگه. من دیگه بیشتر تو جزئیات نمیرم، ولی حتما ببینید برای تمام اسپرینگ دیولپرها. حتی ببین من خودم بعد از این همه سال باز توش چیز می زیاد گرفتم. خب حتما برید و نگاه بکنید، خیلی به نظر من خیلی جذاب بود. این از این. بریم سر بعدی، understanding the RAG. understanding the RAG techniques and MCP. من این آقا رو خیلی حال کردم باش، تا حالا ندیده بودمش. از شرکت ازول هم نمیدونم میدونید یا نه دیگه. چیز داره یه دونه کامپایلر اصلا جاوا هم داره ازول. بعد یه ورژن در حقیقت JVM داره میده بیرون و کاملا هم جزو چیزاییه که داده. آره داده بیرون. و مایتی کلود یکی از گزینه‌هاییه که پیشنهاد میشه. دقیقاً. بعد آقای پراتیک پتل خب اومد در مورد رگ کلا صحبت کرد، ولی نه رگی که تا الان من یاد گرفته بودم. این که مثلا یه چیزی مثل دیپ سیک، حالا مفاهیم مثل دیپ سیک چطوری تونسته انقدر چیزو کم بکنه، چی میگن، اون تایمر ریسپانس رو کم بکنن یا مثلا پروسس رو کم بکنن. ببین ما مثلا فکر کن 5 تا رگ داریم. یه رگ مثلا پزشکیه، یه رگ مثلا وکالته، یه رگ مثلا چه میدونم مهندسی مثلا نرم افزاره، یه چیز مثلا مهندسی مکانیک، یکی هم مثلا یه چیز دیگه. خب تو وقتی سوالت رو میپرسی از LLM خب و نیاز داره بره رگ استفاده کنه، تو مراحل اولیه قبل از اینکه بیاد مثلا این مفاهیم بیاد وسط، خب اینطوری بود که همه این پنجتا توی یه دیتابیس بزرگ بود. خب و تو وقتی درخواست رو میدادی باید میرفت توی یه دیتابیس خیلی بزرگ میگشت و خیلی طول میکشید، خیلی هم کاست داشت دیگه، هم کاست سیوینگ داشت هم کاست کوئری داشت و اینا، هزینه‌اش خیلی بالا. اومدن با یه الگوریتمی به نام کوساین الگوریتم. خب در واقع اومدن چیکار کردن؟ اومدن قبل از اینکه تو درخواستت بره برای رگ میفهمه تو در مورد چی داری صحبت میکنی، چه کانتکسی، بعد تو رو راوتت میکنه به سمت رگ مخصوص.
خب این خیلی برای من جالب بود و منم به استفادهش این خواهم کرد. دیپسیک ازش استفاده شده بود اولین دیپسیک بار. استفاده کرد از این موضوع. خب به علاوه این که الان هم اوپن ای آی داره استفاده میکنه. خب فقط فرق اوپن ای آی چیه؟ اوپن ای آی یه ذره هوشمند کار کرده نسبت به دیپسیک. هر بار تو کانتکست رو چنج میکنی میره دنبال رگ میگرده. دیپسیک این کارو نمیکنه. دیپسیک وقتی که تو یه کانتکست رو پیدا کنه دیگه میچسبه به اون کانتکسته تا بهش بگی بابا جون مادرت بیخیال شو. خب اینطوریه. واسه همینه شما با چت جی پی تی راحت تر ارتباط برقرار میکنی تا دیپسیک. دیپسیک اینطوریه تا تو کانتکست رو ببندی خیلی سخته تا برگرده توی کانتکست دیگه. خب ولی چت جی پی تی هی جابجا میشه، تو هی میتونی کانتکست رو عوض کنی. خب که خود همین هم یه باگ دیگه، یه باگه که تو بالاخره شاید کانتکست بره توی یه کانتکست اشتباه، اصلا سوال اشتباه جواب تو بده. چیزی می‌خواستی مثلا بگی؟ چیزی هم که گفته آره داشتم نگاه میکردم مثلا choosing the right tokenization استراتژی و آره اینا اینا هم خیلی مهم موضوعاتی بود. بودش که کاملا توی این چیز کاربردی بوده. آره ببین اصلا خیلی چیزا فقط این نبود، در مورد خیلی چیزا در مورد رگ صحبت کرد، اصلا توضیحات داشت. بعد ببین 3 حالت مختلف ما داریم مثلا در مورد وکتورا. یکیش که همین حالت نرمال خودمونه که میندازیمش توی یه نموداری. فکر کن تو توکن داری، دایمنشن داری. ما الان انسان مثلا مغزش 3 تا 4 تا 5 تا دایمنشن شاید بیشتر نتونه چیز کنه دیگه. دایمنشن میشد بود دیگه. آره بودهای مختلف. خب ولی مثلا یه چیز ساده این یارو چی بود توی لوکال میتونیم رانش بکنیم LLMو، اسمشو یادم رفت. بابا تو لوکال میتونی مدل‌ها رو لود کنی. آره ولش کن، اگه یادم اومد میگمش، بذار وقت نره. ببین همین وقتی از اولاما آره اولاما. آره مثلا یکی از مدل‌های اولاما خب حدود 700 خورده‌ای 780 تا مثلا بود داره که برای مغز انسان تقریبا نمیفهم. مثلا اگه تو مثلا شیر بگی، من بعداً در مورد رگ میخوام صحبت کنم دقیقاً چطوری کار میکنه، ولی این یه مثلا الگوریتم ساده بود. تو وقتی شیر رو میگی تو کانتکست میفهمه که امتیاز بهش میده، میگه ببین این شیره هم حیوونه مثلا امتیاز 1 گرفته، فلان امتیاز 1 گرفته، بسار امتیاز 1 گرفته. بعد حالا وقتی تو سوال میپرسی میاد این امتیازها رو با هم مچ میکنه توی یه نموداری XY دو بوده، میفهمه یه دایره میکشه و مثلا اونجا تمام رکوردها رو برمیگردونه. با این داشت تکنیک مثلا اینا رو میگفت. یه تکنیک هم که گفتم کوساین بود، یعنی قبل از اینکه بره تو رگ اصلا میاد پیدا میکنه. یه تکنیک دیگه هم گفت که یادم نیستش، باید برم دوباره فرش بشم. 3 تا تکنیک داشت که ترکیب 2 تا از اینا در واقع ترکیب 2 تا از اینا معمولا تمام LLM ها از ترکیب این 2 تا استفاده میکنن. یه دونه از کوساین استفاده میکنه برای اینکه مسیر رو پیدا بکنه و دومی از این حالتی که گفتم روی نمودار میندازه. خب اون برای تشخیص دادن در حقیقت توکنایز و آره وکتورا رو دیتابیس و وکتور دیتابیس و اینا. آره این دوتا خیلی بارز بود توش. بعد رفت سمت MCP ها که آقا اصلا MCP چطوری کار میکنه و مدل های MCP چطوریه و اصلا چطوری MCP اومده از کلاد اومد و بعدش اسپسیفیکیشن شد و بعد خیلی از شرکت ها اومدن روشون یه عالمه MCP سرور آوردن و اینا. ولی گفتش خیلی باید حواستون باشه دسترسی دائم ندید به چیز به اون روشی که در واقع روی نموداره میگن دیستنس. خب دیستنس یعنی تو فاصله صحبتی که میکنی و با فاصله دیتایی که داری میگیری. بعد اگر مثلا میگی آقا من دیستنس مثلا چیزو میخوام، نیمو میخوام، دیستنس مثلا یعنی فاصله مثلا 1 رو میخوام، فاصله مثلا 0 رو میخوام، هر چقدر این پایین تر باشه، دیستنس پایین تر باشه، خب در واقع چیز میشه، دیتای تو دقیق تر میشه. خب دیتایی که ریتریو میشه دقیق تره. این در واقع مال سمنت ریسرچ بود. خب یعنی مفهوم سمنت ریسرچه که بچه‌ها میدونن، 100% بچهای دیتا ساینس میدونن، ماهایی که مثلا دیولپریم شاید ندونیمش و چیز میشه. این از این که در واقع اومده در مورد میگم در مورد MCP هم صحبت که یه چیزی هم که یادم رفت میگه MCP ها حواستون باشه دسترسی روت بهش ندید، چون یه دفعه مثلا تو LLM میری می‌نویسی آقا مثلا روت منو پاک کن و واقعا میکنه. خب یعنی باید بدونی که چقدر حواست باشه. MCP الان خطرناکه، تو باید بهش خیلی محدود بدی، دسترسی خیلی محدود بدی. که آره این تقریبا تمام تاپیکایی که من یادم میاد ازش بود. یه کار جالبم میکنه، شرکتش پول بهش میده که بره برای شرکت های دیگه صحبت کنه.
یعنی به ما گفت هر کی دلش میخواد، آره هر کی دلش میخواد به ما بگه من با سفر با پول خود شرکت میام، فقط شما تنها چیزی که میخوان یه کنفرانس رومه با یه پروژکتور، تمام، و من میام براتون انجام میدم. ایران هم میاد، احتمال داره بیاد، چون تحریم نیستش که نمیتونم برش گردم. نه چرا چیزی نداره. ببین چرا آمریکا نمیتونه بره. آره ولی نه مهم نیست، مهره میزنه. ایران مهره میزنه. یکی شرکت آره بعضی از جهان میزنه. نه ایران اگر ازت میپرسه اگر میخوای آمریکا بری، خب اگه خارج بشه مهر برات نمیزنه، یه کاغذ بهت میده همون رو تو رفت و برگشت داری. تو خیلی از چیزا این کار میکنه. چون جزو شرکت اجل یه مهمونی هم داشتیم ما یه توی دوره‌ای که قرار بودش که تشریف بیارم، ولی موقعی که متوجه شدن گفتن که آقا مدیرم گفته که با این جای ایران همکاری نکن. عجب. خب قلبا دوست دارم ولی نمیتونیم دیگه ما خب دیگه عادت کردیم به این مشکل. خب بریم بعدی. قسمت بعدی چیه؟ آره 2 تا دیگه مونده. The Hidden، که به نظر من هر جاوا دیولپری یا هر JVM دیولپری باید این رو ببینه. این آقای هینز اکثر باگ های کانکارنسی JVM رو ریپورت داده و در طول این همه سال خب یا لمه از باگ های کانکارنسی رو ریپورت داده، یعنی رفته دیباگ میکرده، پروفایلینگ میکرده، میفهمیده کجا مشکل داره تو مموری. ببین چقدر آدم شاخیه. آره بعد چیزه اومد در مورد چی صحبت کرد؟ کلا پکیج java.util.concurrent خب از وکتور هم شروع کرد که گفت آقا اگه وکتور از همون اول استفاده میکردید هیچ کدوم از این مشکلات رو نمیخوردید. خب وکتور هم مشکل داشت ولی وکتور سریع حلش کردم. بعد مثلا یه جایی رو مثلا میگفت ببین کدوم بود، ببین مثلا میگفتش که از DQ نه Q، از DQ استفاده میکردی یه جایی توی یه سری از ورژن های جاوا، فکر کنم 6 و 8 بود فکر کنم و 5 6 8 یه هم چیزه، اصلا فیکس نشده بوده، ددلاک میخوردی. به خاطر اینکه این در واقع از 2 تا نمیدونم لیستینا استفاده میکرده، بعد یکی رو رایت میکرده، اون یکی رو میمده حواسش نبوده میخواسته که فلاش بکنه یه همچین چیزی، کلا اینا ددلاک میشدن. دقیقاً یادم نیست ولی اگه ببینیش خیلی جالبه. بعد گفت مثلا اری بلاکینگ کیو، میگفت اری بلاکینگ کیو رو حتما ازش استفاده کنید، خیلی سیفه. تا حالا ریپورتی نشده براش که اصلا چیز نیست، ولی اری بلاکینگ دی کیو رو استفاده نکنید. خب به خاطر اینکه اری دی چیز مثلا مشکلات زیادی داره. بعد یه چیز دیگه ای هم که در مورد اینا گفت، بعد وایسا ببینم مثلا دیگه چی داشتش. من آره لینکد بلاکینگ کیو که صحبتشو کرد، بذار من در مورد این بخونم. یه چیز جالب گفت که من نمیدونستم با اینکه اینقدر کانکارنسی کار کرده بودم. ببین تو تا حالا از یه چیزی به نام لانگ ادر استفاده کردی؟ لانگ ادر استفاده کرده بودم. ببین یه پرفورمنس پروفایلینگی رفت ازش، من استفاده مثلا ازش API استفاده کردم ولی اینطور نبود فکر کنم این مثلا میتونی به جای چیز ازش استفاده کنی، به جای اینتیجر چی بود؟ اتمیک اینتیجر. خب به جای اونه ببین اتمیک اینتیجر رو آورد، مثلا عدده رو یادم نیست ولی فکر کنم مثلا اگه اتمیک اینتیجر 5 ثانیه طول میکشید تا مثلا 1 میلیون رو بره، ادر لانگ ادر مثلا یه دفعه 10 صدم ثانیه طول میکشید. خب اصلا یه عجیبی پرفورمنس عجیبی برد بالا. بعد گفتش خیلی هم چیز سیفه، هیچ مشکلی نداره استفاده کنید. سیفه نمیدونم همه چی داره، یعنی خیلی از جای اتمیک بهتر میشه استفاده کرد. بعد جالب بود میگفت اگر مثلا هر وقت خواستید لاکینگ سیستم اینا بسازید برید مثلا کدش رو کپی پیست کنید تو پروژهتون استفاده کنید. خب یعنی خودش کرد مثلا یه جا برد و یه جای دیگه. اصلا خیلی جالب بود. من خیلی لذت بردم از چیز. خیلی جاهم خیلی دیپ شد، یعنی واقعا رفت کد و توی سورس کد نشون داد، گفت اینجا به مشکل میخورید، اینجا مثلا اگه اینا استفاده کنید مشکل میخورید. بعد این از این به نظرم خیلی جالب. آخر از همه اتفاقا من تو لینکدین هم شیر کردم، بهش هم گفتم
حقش بود واقعا، حقش بود که بگیره. آخر از همه بهش چیز دادن، لوح تقدیر دادن برای کانتریبیوشنش توی جاوا کامیونیتی این همه سال. دیوکس داد و خیلی کار جالبی، خودش هم کاملا سورپرایز شد، کامل اصلا شوکه شد. بعد آدم سوشیالی هم اونقدر نیست، میدونی، گیک قشنگ چیزه، نرده. خب قشنگ نرده. آره ولی چیز جالبی بود به نظرم، حتما ببینید. بعد در مورد آخری دیگه، آخری هم که خیلی من لذت بردم ازش، میگم این من روزم بد شروع شد ولی روزم خوب تموم شد. خب آخریه در واقع یه نرم افزاری هست که بازم ربط داره به هوش مصنوعی به نام اینستراکت لب. خب من تو همین دیوکس باهاش آشنا شدم. قبلا لوگوشو دیده بودم، مثلا دیده بودم بعضی در موردش نوشته بودم ولی هیچ وقت نرفتم پیگیرشم. نمیدونم من واقعا چرا. معمولا من یه چیزی رو میبینم سری میرم تتوشو در میارم. شاید هم به خاطر اینکه دیوکس چیز بوده، قرار بوده تو دیوکس قشنگ یادش بگیرم. بعد این در مورد چی بود؟ دو تا از این بچهای رد هت بودن که این خانومه تازه بود، خانم لگار. بذار بخونم هم تایتلشو. Making LLM Fine Tuning Accessible with Instruct Lab. یعنی LLM مدل های LLM رو تیونش بکنیم، بهترش بکنیم که در واقع اون چیزی که میخوایم و ازش به دست بیاریم، دسترسی تیونش بکنیم دیگه، هر چی. آره توکنایزیشنش خیلی دقیق تر باشه با اون چیزی که ما میخوایم توسط اینستراکت لب، اپلیکیشن اینستراکت لب. حالا این اینستراکت لب چیه؟ تو بذار قبلا اسپیکراشو بگم. سدریک اتفاقا شما یوتیوبره، یعنی شما ببینید خیلی هم معروفه، یه کار جالبی میکنه که روی شیشه مینویسه. خب درسته داره روی شیشه مینویسه ولی شما برعکس میبینی، درست میبینی که داره مینویسه و این خیلی کار جالبی بوده که من ازش پرسیدم ولی گفت به کسی نگو، تکنیکو هر کی خواست به من یه پیام چیز بده، پیام بده تو لینکدین بهش بگم. آره که چطوری این داره منم میرم لوک میدم، میگم بهش گفتی ولی این همه رو گفت. آره که پشت مینویسه ولی تو دوربین تو داری جلو میبینی و واقعا هم دارن از سمت شیشه چیزش میکنن، ضبط میکنن. خانوم لگر یا لگار یا حالا هرچی، این خانوم جونیور بود، انگار جونیور بود، یعنی بیشتر سدریک صحبت میکرد و اینا. بعد حالا در مورد چی صحبت کرد که آقا اصلا با اینستراکت لب ما چطوری میتونیم یه مدل رو تیون کنیم. میگفت ما با اینستراکت لب رفتیم یه سری شرکت ها، اوپن سورس هم شما میتونید کامل استفادهش کنی. مجید یه چیز عجیب گفت کاست بعضی از شرکت ها رو ما تا 80% آوردیم پایین. خیلی 80%. ببین میدونی برای چی؟ به خاطر اینکه مثلا LLM مثلا فکر کن چت جی پی تی و حالا چیزای دیگه، اینا کاملا یه عالمه دیتای جنریک دارن که تو لازمش نداری. مثلا تو مولتی لنگویج لازم نداری، که میدونم مثلا تو اگر فقط کارت مثلا در مورد مهندسی برقه لازم نداری بدونی پزشکی میگه. خب این دقیقا حتی اون علمایش فکر کنم مثلا یه دیپسیک بود اون سری من دیتابیس شدم یه چیزی 80 ترایت یه عدد درشتی بود. آره نه این کاملا تیونش میکنه، یعنی میاد. بعد جالبم هست میگه ببین یکی از سخت‌ترین کارها اینه که ما چیزی که LLM یاد گرفته رو به فراموشی بسپاره. خب میگفتش اون روش‌های خیلی خاص داره، بازم با همین اینستراکت لب میشه ولی بسیار پیچیده است. یعنی مثلا تو گفتی رئیس جمهور ایران مثلا پزشکیانه، درسته؟ حالا میخوای اینو حذفش کنی، از LLM که ندونه اصلا کیه. خب این حذف کردنه چیزه اگه رستمه. اشتباه بگیم چی؟ مثلا بگیم اگه رئیس جمهور ایران مثلا ترامپه بخوایم اینو حذفش بکنیم چی؟ یعنی میدونی میخوام بگم که یعنی اگه دیتا غلط بهش بدی و این هیلن بکنه دقیقاً بحثش همین بود. حذف بکنه چه جوری مثلا میخواد؟ دقیقاً بحثش همین بود. اتفاقا یه چیزی هم خوب شد اینو گفتی، من یه چیزی اومد تو ذهنم. تو تمام این 3 روز وقتی من رفتم در مورد هوش مصنوعی صحبت می‌کردیم، رگ و اینا، میگفت ببین اول از همه تمام داکیومنت های شرکت باید استراکچر داشته باشه، باید تمیز باشه، باید اطلاعات با جزئیات باشه، وگرنه رک هیچ به دردتون نمیخوره، LLM به دردتون نمیخوره. خب میگفت اصلا اصل داستان داکیومنتیشنه. وقتی شما داکیومنتیشن خوب داشته باشی، LLM خوب داری، رگ خوب داری. خب پس این دقیقاً برمیگره به همون. حالا ببین نگاه کن،
الان کلا این دیگه صحبتش در مورد اینستراکت لب. حالا این چیکار میکنه؟ میاد تو در واقع یه دیتایی رو بهش میدی، کاملا توضیح میدی، اسپسیفیکیشناتو میگی، تمام اطلاعاتتو میذاری توی چند تا استراکچر داره، فولدرهای مختلف، چیا رو میخوای حذف کنی، چیا رو میخوای داشته باشی، چه چیزایی رو میخوای اضافه کنی بهش و اینا. میدی بهت یه مدل که خیلی هم طول میکشه. یعنی میگفتش اگر مثلا تو بخوای خیلی حرفه‌ای بسازی مثلا چند روز طول میکشه تا کامپایل شه مدل. خب ولی مثلا این چیزی که آورده بود برای دمو میگفت 4 ساعت با قوی ترین مک پرویی که داشت مثلا طول کشیده. لرن خب کرده بود. آره ترینش کرده. بعد این ترین میکنی تو، از این میتونی استفاده کنی. یه مشکل بزرگش فقط میدونی چیه؟ اینستراکت لب داره به تو یه مدل میده. خب و این مدل باید یه جایی رانش کنی دیگه. اون جایی که میخوای ران کنی کجاست؟ یعنی در واقع تو باید جی پی یو داشته باشی، باید رک داشته باشی، هزار تا چیز داشته باشی دیگه. رک ها نه رگ هم بعضیا آره ببین رک داشته باشی، رک میخواستم جی پی همین یو رو داشته بهت باشی. بگم. این کارهایی که الان داره سمت ای آی میره و فکر میکنم الان صحبت های من، یعنی روز تو رو که نگاه کردم تقریبا میشه گفتش که بگم 50%، بگم 60% چیزایی بودش که تو به یک شکلی درگیر ای آی بودی. آره ببین اصلا همه یعنی چی رفته سمت کاملا ای آی. خب و ولی خیلی این جالبه. تکراریه. یعنی آره همه چی داره هی تکرار میشه، احتمالاً به خاطر اینکه ما یوزرشیم، ما آره پرودیوسر یا سازندش نیستیم. خب آره تو شاید سازندگی ببین مثلا برای من برنامه‌نویس خیلی ساده است هوش مصنوعی. به خاطر من یوزرشم و کاملا بلدم چطور از کتابخونه ها استفاده کنم، چطوری مثلا 2 تا انوتیشن بزنم بیاره بالا. خب شاید برای افراد دیگه خیلی سخت باشه چون ما اصلا کاری باشه میکنیم، ما داریم تیون میکنیم چه میدونم اینا. ولی وقتی تو داری کد زنی میکنی، داری برنامه‌نویسی یاد میگیری، مثلا میخوای یه دیستریبیوتد تریسینگ بسازی، چون مثلا کلاستر میخوای بسازی، اینا کاملا چالش داره. تو باید یه عالمه دانش داشته باشی، کد بزنی فلان بزنی. ولی برای هوش مصنوعی همه چی آماده است. لایبرری انوتیشن 2 تا خدافظ. حالا کجا اینجا خیلی مطرح میشه؟ تو چقدر خلاق باشی از این چطوری استفاده کنی برای یه سری کارا. خب این خلاقیت خیلی منطقه میخواستم درده. آخر این ویدیو یه سوالی ازت بپرسم نظرت بدم. آیا بذار من قبلش انستراکت لب رو تموم کنم، بعدش دیگه میری یادت آره باشه. اوکی بذار اینو تموم کنم، آخرین تاپیک دیگه. بعد ببین نکن. ولی تو به جای اینکه بیای از چت جی پی تی استفاده کنی، اون پوله رو بدی یه رک جی پی یو بخری، با این مدل کارو در بیاری، بسیار به صرفه است. چون تو داری مثلا یه ببینی دیگه پول توکنایزیشن نمیدی، پول چه میدونم توکنایزیشنت هم ارزون تر میشه. خب خیلی ارزون تر میشه. به خاطر اینکه دیگه تو مدل لازم نیست بره بین مثلا چند تریلیون داده بگرده، قراره بین مثلا چند میلیون داده بگرده. اون میلیون داده ببین دیتایی که تو داری توی شرکتت. این از این. من گلش رو الان گرفتم که به چه دلیلی این کاربرد داره. یعنی این جمله آخرت قشنگ به قول معروف چیز بودش که آقا حالا تو بریدی دیتا رو و حالا به جای اینکه بری سراغ یه هزینه دائم بکنی، یه هزینه اولیه میگی و به یه جنبندی میرسی. این دقیقا به درد ایران میخوره. چون مثلا تو جی پی یو 5090 یا 4090 اینا رو راحت تو ایران پیدا میکنی. یه شرکتی مثلا اصلا میاد، چون مثلا 200 میلیون 300 میلیون، البته نه الان خیلی گرونه، 1 میلیارد تومان، مثلا 1 میلیارد تومان میگیره، 5 تا 4 تا، حالا دست دو هم مثلا میگیره 6 7 تا رو میگیره، کلاسترش میکنه، براش خیلی بیشتر میارزه تا 1 میلیارد هزینه کرده. پول کمی نیست ولی براش خیلی میارزه تا اینکه مثلا بره از چت جی پی تی و اینا استفاده کنه که توی شاید 1 سال 1 میلیارد باید بده اگه بخواد. تو بعد میدونی مشکل اون چیه؟ مشکل چت جی پی تی مشکل اینه که آقا تو یه جا اشتباه کنی، توکنایزر بیش از اندازه انجام بدی، تو پولو دادی. چیزه پی از یو گو، بر نمیگره. پی از یو گو نمیتونی بری بگی آقا به جان خودم من اشتباه کردم استفاده کردم. میگفتش که آقا میگفت انقدر به چت جی پی تی نگین دست درد نکنه. آره اون دنیا رو حالا همه میگن. یکی دیگه هم میگفتش، یکی دیگه هم میگفت آقا ما شاید اتفاقا الان بگی اینا یه روزی هوشمند میشن، میفهمن حداقل ماهایی که باشون با چیز بودیم نمیکشه ما رو. آره مهرم بودیم نمیکشه. آره خب ببین سوال میخواستم سوالی که ازت بپرسم اینه که اون عقب‌تر این صحبت رو کردی در مورد اینی که داکیومنتیشن باید مرتب باشه و چیز باشه.
الان بحثی که وجود داره اینه که کد خوب بنویسی، کد خوب AI برمیگردونه، ولی ما چقدر کد خوب داریم که کد خوب AI بهمون برگردونه؟ و حالا ما میگیم آقا دانش آموزای نسل کوویدی دانش آموزایی هستن که پس فردا خروجیش معلوم میشه که چه خروجی، نگم مثلا بدی یا هر چیزی، خروجی خوبی نسبت به نسل قبلی با چیزی که داریم میبینیم نیستن. آیا تو هم معتقدی که برنامه نویسه AI نسبت به برنامه نویسه قبلی نگم ضعیفتر ولی نیازمند اینن که نرم افزارهای با تست بیشتری به وجود بیاد؟ دست گذاشتی توی نقطه حساسی که من خودم خیلی چالش دارم باهاش و خیلی تاپیک حساسیه. ببین میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه اصلا میگم آقا نسل قبل ما، اصلا برنامه‌نویسی رو بذار کنار، جامعه رو در نظر بگیر، نسل قبل ما از ما بهتر بودن؟ ببین خیلی فلسفیش نمیخوام بکنم. نه آخه داستان همینه. ببین موضوعش اینه، ببین تو بهتر بودن اصلا باید تعریف شه دیگه اول. خب ببین این تعریف بهتره چیزه، یعنی من خودم میگم ضعیفترن بچه‌های نسل جدید ولی کارهایشون از ما بیشتره، به خاطر اینکه ابزارهایی دارن که ما نداشتیم. خب و ما داریم مثل لوکوموتیو میریم، اونا مثل فراری دارن میرن. خب ببین الان مثلا یه چیز جالب بده، حالا من مثلا بازم نسل کامپیوتری اینایی هستیم که مثلا چون توی 16 17 سالگی موبایل تازه اومده، که اگه یادت باشه موبایل اومده، از مثلا 7 8 سالگی کامپیوتر دم دستمون بوده و اینا، ما تازه نسل کامپیوتری مثلا الان اینی پدر مادرای ما تو ببین اونا واقعا دیگه واقعا لوکوموتیو وار رفتن جلو و خودشونو کشیدن جلو دیگه. حالا ما چقدر از اونا جلوتریم؟ به خاطر اینکه فقط یاد گرفتیم از بچگی با کامپیوتر کار کنیم. الان پسر من که مثلا 5 سالشه میدونه دقیقاً چه میدونم مثلا ماشین ما چطوری باز میشه، چطوری بسته میشه، چون چیز دیگه کاملا تسلا دیگه کاملا فنیه، همه منو ماشینو میدونه، تمام منوهای تبلتشو میدونه، تلویزیونو میدونه، تلویزیونو خودش تنظیم میکنه برای هر چیزی. تازه ما تلویزیونم اندروید تیویه، یعنی داره کاملا میدونه با اندروید چطوری کار کنه. خب خب من که تو سن اون بودم تازه داشتم داسو یاد میگرفتم، میدونی چی میگم؟ تو سن ای نه 3-4 سال بعد از سنشم تازه. ببین بحث اینه، نقطه ایه که از نظر کیفیت ما اومدیم پایین و از نظر دلیوری میریم بالا. خب و واقعیتش اینه تو دنیای آینده تو باید ببینی که اصلا لازمه تو کیفیت داشته باشه. یعنی دقیقاً اون داستان من پدرم قالب سازه، همیشه میگفت آقا ما میرفتیم مثلا از آلمان، چه میدونم آمریکا، انگلستان، اینا دستگاه‌های تراشکاری و قالب سازی رو مثلا پرس هیدرولیک و اینا رو یه دفعه مثال میزنم و عدد میزنم، مثلا 100 میلیون تومان میخریدیم، مثاله، عدد الکیه. میگه خب برای ما 20 سال کار میکردین، 30 سال کار میکرد، آخرم نمیگفت مثل چی کار میکرد. بعد خب ما رفتیم یه دفعه چین اومد تو بازار یه دستگاهی رو داد که مثلا 1 میلیون تومنه، درسته؟ آره. خب حالا من باید بین این انتخاب کنم که یه دستگاه بگیرم 100 میلیون به سرمایه‌مو بخوابونم برای 20 سال، یا یه دستگاه بگیرم 1 میلیون سرمایه خیلی کمتر اصلا 5 سال کار میکنه، درسته؟ 3 سال کار میکنه. خب حالا الان کدومش مهمه؟ کدومش تو انتخاب میکنی؟ 100% اگر بحث دلیوری باشه میری چینیه رو میگیری دیگه، اصلا 2 تا میگیری، یه دونه رو میندازی زاپاس، اون خراب شد اینو جایگزینش میکنی که وقتم داشته باشی براش. و سیستم نرم افزار دقیقاً همینه. من میگم این تفاوت کجاست؟ خروجی استیبل بودن اون اپلیکیشن تو داری میگی که اصلا مهم نیست دیگه، ممکنه عوض بشه. آره. دقیقاً انقدر زود عوض بشه که مهم نباشه، ولی فکر اینو بکن که اگه همون اپلیکیشن قرار باشه که یه دونه 100 رو مدیریت بکنه، چند دفعه بعد اون شهر رو نه من فکر نمی‌کنم سر اونا آدمای استثنایی ان. ببین یه سری چیزا اصلا این بچه‌هایی که ما در موردش صحبت کنیم نمیتونن برن توش، مثلا در مورد هوافضا اونا اصلا نمیتونن برن، حتما آدمای خیلی تاپ باید باشی تا بری. خب و ما داریم در مورد ای کامرس و گیمینگ و چه میدونم مثلا همین اینا داریم صحبت میکنیم، وگرنه واقعا وقتی میرسه تو سمت تو باید ببین تو همین که سی و سی پلاس بلد باشی،
خب دیگه نمیری تو اون گروه از بچه‌ها. میدونی چی میگم؟ آره یعنی این خودش میره داره تو اینو. گروه پیرمردا. آره واقعا همینه، میری تو گروه لوکوموتیوا. خب یعنی آره. ولی موضوع اینه تو یا چون ذهنت مثل ریاضیه، کسی که ریاضی بلده شاید تو زندگی عادی ریاضیه رو فرموله رو استفاده نکنه، ولی ذهنش طوری ریاضی وار لاجیکال میشه که خیلی تو زندگی بهش کمک میکنه. خب و ما وقتی تو داری میبینی، تو داری اکثریت آدم‌های تو داری فرانت اند رو میبینی، بک اند رو نمیبینی. واقعیتش اینه. آره خیلی من خوب، این دمت ببین گرم نوید خیلی جان. سیاسی خیلی چی میگم، به قول اینا میگم پالیتیکال جوابش دادم، چون واقعیتش اینه که خودم هم نمیدونم کدومه. خب نمیدونم که آره واقعا نسلشون خوبه یا نه، ولی میدونم نسل الان نه دلیوریشون ببین، و زیادتره. بیشتر از من بحث من استفاده از ابزار بود که آیا حتما باید کاملا دیپ بشیم عمق یه چیز رو در بیاریم یا نه با استفاده کردن از AI ها و خیلی از چیزا شاید به قول تو دلیوری سریعتری داشته باشیم، سریعتر به جواب برسیم و لازم نباشه که اون عمقی که به اندازه یعنی چند سالی که ما خاکش رو خودمون زحمتش کشیدیم به اون چیز ببین برسیم. این تو خیلی همه چی میدونی خیلی هستا. کلیه. ببین این تو همه چی آره هست، توی موسیقی هم الان هست. تو مثلا موسیقی های الان رو تو با موسیقی های قدیم حتی دهه قبل از ما، اصلا قبل از ما به وجود آره اومده رو مثلا تو مقایسه میکنی، میبینی اصلا به نظرت کیفیت پایین تره، ولی مثلا میبینی خب ببین آقا قبلا مثلا 5 تا خواننده بوده، الان 1000 تا خواننده هست، هنوز 5 تا از آره این 1000 تا دارن به همون اندازه کیفیت دارن، ولی تو داری آره متأسفانه دیگه 5 تا رو نمیتونی ببینی، چون 1000 تای گمن اون 5 تا توش، باید بکشی بیرون آره. ازش. خب ببین داستانش اینه، این تو همه چی م- الان اینطوری شده واقعا. بمباران اطلاعات. آره ببین بمباران تا ببین آره و یه چیز دیگر هم حواست باشه، ذائقه شون هم عوض شده دیگه. یعنی الان اگر آره یه نرم افزاری بهشون بدن با باگ، شاید براشون زیاد مهم نباشه، یه فوش هم بهش میدن میره. من اگر مثلا یه نرم افزار با باگ بود، مجبور بودم با دیولپر صحبت کنم، چون دومین چیز وجود نداشت، یعنی دومین آپشن برای من وجود آره نداشت. خب ولی الان یارو میگه آقا ولش کن بابا، میرم با دومیه کار میکنم. میدونی این هم بحث دلیوری است که دارم بهت میگم. و یه چیز دیگه هم در مورد این موضوع که بگم و بعد تموم کنیم دیگه چیزو، اینه که کلا بچه‌ها به سمتی رفتن که ابزارها براشون خیلی بهتره. مثلا منی که دارم لوکوموتیو وار میرم، واقعیتش اینه هنوز کرسر اومده، آیدی کرسر اومده، از هوش مصنوعی هم استفاده میکنه. خب یا وی اس کد اومده، سالیان سال اومده، ولی من چه آدم قدیمی ام، از اینتلیجه استفاده میکردن. حتی ببین 2-3 بار اومدم وی اس کد رو تستش کردم، ولی چون با اون ذائقه من نبود، چون من همش اینتلیجه استفاده کردم، اصلا انداختمش دور. الان کرسر روش اومده، خب بچهای الان یه جوری ازش استفاده میکنن من کف میکنم. خب در صورتی که من آره اصلا نمیتونم مثل اونا استفادهش کنم و خیلی هم طول میکشه، و چون من درگیری ذهنیم هم خیلی بالاتره، چه من مشغله است کاری بیشتری دارم، اصلا نمیتونم با اسپید اونا برم. تنها چیزی که منو با از اونا شاید برتر بکنه فعلا در این دنیا اکسپریانس، تجربه است. من یه دقیقاً. حرفی میزنم میدونم چند میلیون ضرر پشتش خوابیده. ببین حرفی که داری میزنی قبول دارم. این نکته آخری که گفتی من بیشتر از همه دقیقا همین بود. آیا کدی که کرسر نوشته باید ریویو بشه یا نه؟ ببین ما همین الان این مشکل تو شرکتمون هم داریم، یعنی الان میگن آقا باید ریویو بشه، ولی بعد صحبت کردیم در مورد اینکه خب ریویو کی بکنه. من اگر تو آره داری نو جونیور رو میاری و من آروم آروم دارم حذف میشم از اینجا، کی میخواد تستش کنه؟ وایسید برای روز سوم، من روز سوم کلوزینگ یه صحبتی در موردش میکنیم. ولی یه چیز دیگه هم بهت بگم، ما الان یه مشکلی که در مورد همین کرسر و چیزای دیگه داریم اینه که تو همین دوکس هم یه صحبتی شد، یارو که اومده و صحبت میکرد، فکر کنم مال روز سومه، یارو میاد اینطوری میکنه، میگه که یه دفعه‌ای شاید ببینید تمام دیتا هایی که ما در هوش مصنوعی داریم سال 2025 و چون کسی کانتریبیوت نمیکنه تو دیتا دیگه. الان خودتو مثلا، حالا من نمیدونم ایران چقدر از چت جی پی تی استفاده میکنم، ولی اینجا تقریبا استفاده از استک اوورفلو توی دیولپرها به صفر داره میرسه، مگه اینکه دیگه نرد باشی. خب من آره خودم
استک اوورفلو هم مثلا یه عالمه ستاره داره، خب یه عالمه بج داره. خب انقدر کانتریبیوت کردم توش، صحبت کردم، سوال پرسیدم، جواب دادم اینا. اصلا من هر روز استک اوورفلو رو دست می‌زدم. من چند ماهه اصلا نرفتم حتی بزنم stackoverflow.com. میدونی چی میگم؟ و خب من وقتی دیتا رو وارد نمی‌کنم کی میخواد وارد کنه؟ خب و ما به مرور به این مشکل میخوریم، قحطی دیتا به وجود میاد. ولی حالا ببینیم چی میشه دیگه. صحبت جالبیه. بریم تو روز سوم ببینیم روز سوم چه اتفاقی افتاد. آره ما میخوایم امروز الان خداحافظی کنیم. میگیم دمتونم گرم که با ما بودید تا الان. لایک کنید، سابسکرایب، شیر و ما آماده روز سومم هستیم دیگه. به زودی روز سوم براتون میگیریم. دمتون گرم. خداحافظ. وقت بخیر.